وقتی دیدار نزدیک است تو تصور نتوانی کرد چقدر یاد نمودم من تو را ای یار. روز درون واژه عشق آشیان کنم، یعنی که عشق را ز حضورم جوان کنم. ای بینشان علیک بگو بر سلام من، آدرس خود نویس که پیام روان کنم. آره، سلام میگوییم به شما بینندگان عزیز و ارجمند ما و البته علیک شما را انتظاریم. اما شما را زحمت نمیدهیم که آدرس خود را برای ما بنویسید، زیرا ما علیک نشانی شما را به خوبی میدانیم، یعنی جای هر کدام شما در دل و دیده های ماست. هنرمندی محبوب، راهبری ارکستر تئاتر دولتی مسکه موسیقی به نام کمال خوجندی، کمپوزیتوری شناخته وارث رحمانزاده و هنرمندان شناخته ولایت و هم جمهوری امروز مهمان برنامه ما هستند. خوش آمدید میگوییم. مرحمت. آفرین. وارث رحمانزاده 17 سپتامبر سال 1958 در شهر خوجند در اویله زیایی تولد یافته است. معلومات ابتدایی را در مکتب میانه رقم 16 همین شهر گرفته، سپس بعد ختم مکتب میانه سال 1973 با آموزشگاه موسیقی به نام صادرخان حافظ به شعبه سازهای ملی صنف رباب قشقری داخل گشته است. پس از ختم آموزشگاه موسیقی سال 1977 به کنسرواتوری دولتی شهر تاشکند به نام
نام مختار اشرفی رفته است و این بارگاه عالی هنر را با بهای اعلی ختم کرده است. سال 1982 پس از ختم کنسرواتوری به زادگاهش برگشته در آموزشگاه موسیقی به نام صادرخان حافظ شهری خوجند به صفت آموزگار صنف رباب، دیریژوری و نظریه موسیقی به کار شروع کرده است. از سال 1982 تا سال 1944 در ادای خدمت وطن بوده است. وارث رحمانزاده در تمام چاره‌بینی‌های دولتی فعالانه برآمد نموده در آزمون‌های شهری، ولایتی و جمهوریوی بوستان 1، 2 و 3 همچون مطرب، راهبری موسیقی و راهبری بدیعی اشتراک کرده است. وارث رحمانزاده در بین این سالها همچون آموزگار شاگردان زیادی را تربیت نموده است که آنها در تمام گوشه و کنار تاجیکستان محبوب کار و فعالیت می‌برند. او همچون کمپوزیتور در همه ژانرهای موسیقی اثر ایجاد کرده است و سال 1995 به اعضای اتفاق کمپوزیتوران جمهوری تاجیکستان قبول گردیده است. با هدایت استادش عادلجان نظرов سال 1995 به تئاتری به نام کمال خوجندی به صفت مطرب ارکستر به کار آمده است. بعداً سردریژور همین ارکستر تعیین شده است. وارث رحمانزاده در طول چندین سال برای یک چند نمایشنامه‌های تئاتری اثرهای موسیقی ایجاد نموده است. همچنین مؤلف چندین کتاب‌های درسی هم میباشد. در سالهای 2009 2014 در وظیفه دیرکتور کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهری خوجند فعالیت کاری برده است. از سال 2017 تا 2019 وظیفه دیرکتور تئاتر مسکه موسیقی به نام کمال خوجندی را به عهده داشته است. سرود و آهنگ‌های ایجاد کرده او را حافظان و مطربان معروف کشور محبوبمان می‌سرایند. زحمت‌های پیوسته او بارها با افتخارنامه و ارمغان‌های حکومت ولایت سوخت شهر خوجند، ریاست فرهنگی ولایت و با نشان سرسیدگی اعلاچی فرهنگی تاجیکستان قدردانی شده است. وارث رحمانزاده عائله‌دار و صاحب فرزندان میباشد. ساعت دیدار نزدیک است. بار دیگر استاد عزیز خوش آمدید به محفل ما. مهمانان عزیز و ارجمند خوش آمدید. خب فکر میکنم استاد امروز با کلواری سرشار از آرزوهای نیک و ترانه‌های دلپذیر همراهی این هنرمندان به دیدار ما رسیدید. من خیلی شاد هستم که با دوستانم امروز هم صحبت هستم، چون که سالهای طولانی ما همکاری کردیم. نه تنها با آهنگ سرود بلکه ما همچون رفیق هم دوست ما همکاری زیست داریم. من خیلی خرسند هستم که امروز در این برنامه مهمانی ما هستند. بیایید استاد امروز موضوع صحبت ما را اندک تغییر میدیم، زیرا با شرح حال شما البته ما بینندگان عزیز را آشنا کردیم و اینجا تنها صحبت میکنیم در مورد آن که چگونه همین ترانه هایی که امروز آنها میسرایند این هنرمندان معروف چگونه تولید شدن، روی کار آمدن. راضی هستید؟ البته. خب اصلا ما میدونیم که خود شما نوازنده هستید. ذوق ایجاد آهنگ کی در شما پیدا شد؟ وقتی که من در کنسرواتوری ازبکستان شهر تاشکند میخوندم، همکورسان من عبدالهاشم اسماعیلوف، عبدالحد، عبدالرشید نینواز، عبدالرحمن، بسیار بود دیگران. این خوشبختی من بود که من با آنها همکورس بودم. روز از روزها ماه مای بود، عبدالهاشم اکا آمده و من تو آهنگ نیستی استادی یا نیه گفتن. من گفتم نیه. آهنگ نویسه آغاز نما، چون که در چشمت چی هست توی کردن. از همون روز بیگاهی آمده در خوابگاه من آغاز نمودم با سرود نویسی و یکم یعنی ما همون نفر سبب شدن که شما با ایجاد آهنگ آغاز کردی؟ آغاز کردم. یکم سرودم سرود یک تاجیکی بود، سمندر خدا برگنف همکورسان بود، حافظ هم روب نواز. یکم هم سال 1977 بود سرودی من رو ایجاد کرد، خوانده بود. اولین سرودی که یعنی که آهنگی که ایجاد کردید این در دوران دانشجویی شما بود. خب سلامت باشید. خب اینجا هنرمندان محبوب خلق ما حضور دارند و من میخواهم دانم که بجز آنها باز برای که ها آهنگ ایجاد کرده اید؟ در طول این سالها باور کنید من در یاد ندارم. جدی هم بسیار سرود نیستگی من بسیارشان هر سال سرودی سال آغازون میشد اشتراک میکردن. زنده خانی بود، بسیار سرود نیستگی من در یادم هم بسیارها سرودی شما میگید من خودم حیران میشم. بسیار حافظه اون تا ازبکستان من بچه حافظه خواندن.
عددش در یادم نیست لیکن همش زنده خانه بود. استاد شما امروز در تئاتر دولتی چخیلی که گفته مسابقه موسیقی به نام کمال خوجندی فعالیت میبرید و فکر میکنم برای هنرمندان این بارگاه هنر آهنگ ایجاد کردید و همچنین در نمایشنامه ها همینطور؟ خیلی من در تئاتر زیاده از 20 نمایشنامه اسپکتاکل ها اثر ایجاد کردم، اثر موسیقی با من همه صنعتکارای تئاتر حافظا همکاری دارم. صورت ها خوشبختی من دارم از که همه حافظا آنها زنده میخوانند، ما فونوگرام نمیکنیم، ارکستر کردی زنده میخوانند. خدا زنده خوانی خیلی مشکل است. اسپکتاکل ها هم خیلی همکاری میکنیم، اکتورها زنده سرود میخوانند. سرود اسپکتاکل های موسیقی بسیار تر هست، همینجا اجرا میکنند، سرود ها اجرا میکنم. کدام نمایشنامه ها بودن؟ بسیار در یادم نیست. همین آخرین کارم مادر نگران بود، ما سرود نوشتم، کمال خوجندی و بسیار نمایشنامه، چون که اینها خیلی زیاد هستند در یادم نمیماند. تشکر زیاد. و امروز همکاران شما از این تئاتر مهمان ما هستند و سرود رازدل را بر ایجاد شما آنها ایجاد کردند و میسرایند. میخواستم درباره تاریخ پیدا شدن همین سرود برای ما قصه کنید. این اصلا این سرود تکمیل شد، بعد من به شاعره گلناره گفتم بیا یکم شعر کرده، همین آهنگ بخونم. شعر ایجاد کنید. این آهنگ کمی باشم از آهنگ ترکی گفته کمک آی کرده، تاجیکی کرده. من بعد هلالدین علاوالدین زمرخان التماس کردن که همین شاید آنها فقط تریو میکنیم و خیلی خوبم برآمد. وقتی که باری اول عبدالوارث اکا برای من پیشنهاد کردند که با علاوالدین و هلالدین همین سرود را میخوانید، من اول کمی شبهه کردم، گفتم که میتوانسته باشم. بعد اون کس گفتن که من به شما باور دارم، بیاید من مشق بکنیم. وقتی که ما مشق را آغاز کردیم، اون کس به من الهام بخشیدن و این سرود بهترین برآمد و تا حال در چند چهاربینی ها نیز ما این سرود را خواندیم همراه. از این من الهام گرفته باز چند سرودها خواندم و کوشش کرده ایستادم که باز همکاری را ما با علاوالدین و هلالدین دوام دهیم با دستگیری این استاد عزیز. سلامت باشید. استاد شما تبریک میکنیم. رحمت. استودیوی نومی ولایتی سوخت همه ما رو تکلیف کردید. ما شاد از آن هستیم که با استاد همکار هستیم در یک بارگاه مقدس تئاتر مسابقه موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکنیم. استاد به ما یک همچون پدرانه هر هفته نصیحت میکنم، چون که روزهای سه شنبه پنج شنبه ما ارکستر داریم. همین روز را ما خیلی منتظر میشیم که خیرات می ارکستر هیو ما حافظا آمده یک آواز خود را تمرین میکنیم. بله با استاد تنصیحاتی خانواده را آرزو میکنیم. استاد الها قلمتون برو باشد و با ما آهنگ‌های نو به نو نویسید. ما همه حافظانی که در اینجا حضور دارند تمام حافظان سرودهای شما میخواند. باز آینده هم امیدوار هستیم که جوان‌های هم میخوانند. بر ساحل وزید باد صبا بر دل، سوزی دلم رازی دلم را میدانی، چو موجی شخ بر ساحل وزید باد صبا بر دل، سوزی دلم گردان گردان، نشستم تا سحر حیران حیران، سوال در سرم سوال
نشستم تا سحر نشستم تا سحر حیران حیران در خانه چشم و دلم در آغوش سبزیات ها تو با منی جانی منی میدانی در خانه چشم و دلم در آغوش سبزیات ها تو با منی جانی منی میدانی سوال در سرم گردان گردان نشستم تا سحر نشستم تا سحر حیران حیران سوال در سرم گردان گردان نشستم تا سحر نشستم تا سحر حیران حیران ساعت دیدار نزدیک است. بینندگان عزیز برنامه رو ادامه میدهیم. استاد ما میدونیم که بجز اون که شما آهنگ ایجاد میکنید همچنین نوازنده ماهر هم هستید. همین طور. خیلی من چون که ربابچه هستم آموزشگاه صنعتی بانو صادق خان حافظ کنسرواتوار در ساز رباب به اتمام رساندم. بسیار اثرها ایجاد کردم. آخرین اثرهای اثری کلام حجم این کنسرت برای رباب قشقری ایجاد کردم. خوشبختانه من عالم جان واحد و شاگرد من بوده بود. ما عالم جان کردیم بسیار کار کردیم. خوشبختی من بود که باید کنسرواتوار داخل شد. یک حاضر من با اتمام رسانده آمده در خجان کار کرده. همچون مطرب آوازدار شد بعد فهمیدم که آوازش از حافظ بزرگ شد. با خرسندی من در کانال است که حاضر من دیرکتر یک مؤسسه کلان است. بغیر از این من به نزدیکی با خبر شدم که او آهنگ هم ایجاد میکرده است. خوشبختی کلان من چون شاگرد شما هستند. من گفتم که کجا بودی من بی خبر. بغیر از هم آهنگ خار می نیست است. من گفتم این ما کمبزیر کفته گشتیم و من خیلی خرسند شدم. حاضر در نقشم هست که عالم جان همراه چند اثرشن روی نوت برآورده کتاب کنیم و خارو چون که خودی آهنگ نویسا خودش خیلی در ولایت ما کم است. من خرسندیم این که رباب نوازی مرا عالم جان دامداده ساده است. در بسیار حافظا در بسیار صورتها رباب نوازی او را میشنوم خرسند میشوم. سلامت باشید. خب خود عالم جان چی میگوین؟ تشکر زیاد. البته ما پیروی استادی عزیز هستیم. من آموزشگاه 4 سال دسته همین کسب آموختیم درس گرفتیم. خیلی موشون رو کم کم سفید کرده موندیم. بعد با پیروی همینا با کنسرواتوری شهری تاشکند من سری بلند کردی به اتمام رسانده آمدیم. من اینجا کار و فعالیت برده ایستادیم.
بغیر از شاگرد بودنم و بعد میدانیم که آهنگ بنویسم. اون وقت دویتی آوازداری لیلا رو خیلی همه میدونیست. بله. سرودی اولین سرودمو همکاریمو سرود لیلینا بودن بود. بعد سرودی میجوی مد بود که این مقبولی هم بود. بله. که گوش میکرد همه حلاوت میبرد. آهنگ استاد وارث عبدالرحمن رو میباشد. و درباره سرودی اگر بنفشه گوییم سال 2009 یا 10 در فستیوال آزمونی اطلس به موسیقی ما انتخاب کرده بودیم. بعد موسیقی با من خیلی معقول بود و بعد من استاد گفتم که من شعر میمونم سرود میکنم. شعر انتخاب متن انتخاب کرده میمونم. بعد به فکرم این کسب گوش کردم. این کسب بسیار هم معقول شد. طولی 15 سال شد به فکرم این سرود خوانده گشتیم. استاد شما چی میگوید درباره همین ایجاد شدن همین سرود؟ پری پیکر 80 سالگی کالج صنعت یا 75 سالگیش بود. من برای انسمبل سازهای خلقی با نام بنفشه اثر ایجاد کردم. آغاز همون 80 سالگی کالج بود است. انسمبل نواختیم، نه مشق کردیم و همین آهنگ ایجاد کرده بودم انسمبل. ثانیا هم فهمیدم که عالم جان همین ترددی همین خیلی خرسند شدن که همون شعری که او یافته است پری پیکر نامانجا جنان خرسند شدن. اصلا همچون بنفشه این آهنگ ایجاد شده بود. برای اساسای انسمبل سازهای خلقی بود. چون متن رو انتخاب کردید پری پیکر نام گذاشتید این ترانه رو همه خیلی. چون استاد علمسی خال شعر رو بعدی نوشته دادنشون همین نقاراتی که در همون سرود هست بسیار با من پسند آمد. برای همین پری پیکر موندیم. استاد خودی شما هم سرود میخوانید؟ من سرود میخوانم حاضر نیه کنم. گفتم لازم که ایکم صرف من سرود خوانی کردگی. استاد من نمیجان عظیم بودن همراه هم کس میگشتم. من دچار بابچم بود. دوره چیم بود و هم صنفی من نبی جان شادرام و دوره چیم مایداش بود. من در دورم وقتی که ما مکتب موسیقی بچگان رو میخوندیم بغیر از وای چی میگه فابریکه ابونوی فابریکه بود. ما هم انسامبلی وقتی یعنی خورترکاش بود ما اونجا اشتراک میکردیم. استاد وارث عبدالرحمن وقتی کلونا بود همونجا سرود میخوندن. سرودها من özbeki گفتن از گروه اوریجینال بود. Közlerin گفتن من همین گوش کردم میشتم اینا میخوندن همونجا. سرود میخوند. خب سلامت باشید. خب علم جان پری پیکر رو با هم میشنویم. جایی تو باشم ای پری رو ای پری پیکر با نگاهی پر غمزه‌ای خود میزنی به جان من خنجر با نگاهی پر غمزه‌ای خود میزنی به جان من خنجر تو به یادی که زنده هستی یادی تو دایم مرا بر سر تو به یادی که زنده هستی یادی تو دایم مرا بر سر چرا تو غیری حرف من میکنی به حرف گز باور چرا تو غیری حرف من میکنی به حرف گز باور پری پیکر بیکن باور یادی تو دائم مرا بر سر به حرفی کس مکن باور
تو مزن بر جان من خنجر درد عالم نمیخواهم غیر تو من دل بری دیگر ثروت هم مال دنیا را نمیدانم از تو بالاتر در چمن زار گلی نیستم من ندیده خوب و رناتر در چمن زار گلی نیستم من ندیده خوب و رناتر با امید یاری من گردی ای پری رو ای پری پیکر با امید یاری من گردی ای پری رو ای پری پیکر پری پیکر بیکن باور یادی تو دائم مرا بر سر به حرفی کس مکن باور تو مزن بر جان من خنجر تو مزن بر جان من خنجر میزنی و جان من خنجر ساعت دیدار نزدیک است. خب برنامه را ادامه می دهیم. استاد آهنگ هایی که ایجاد میکنید در کدام وقت در کدام لحظه ها الهامتون می آید و آنها روی کاغذ می آید؟ باور کنید من هر شب به دستی نوی شب دی شب الهام میبیاد تا صبح من کار کردی وقتم هست پیشتر خانه فورتپیانو داشتم یکم یا آشانه ها همسایه ها اوریس کمپی رو بودن من امین آختم وقتی که یک دو روز ننوازم آمده من جنگ میکردم برای چطور فورتپیانو نگرایش کردم عادت کرده بودم ها خودی ساعتی بیدار کنم بدنیک بریم بودم میکنم همه ایجاد میبیاد باور کنید یک کتاب مثل شاعر کتابش رو میگیرم اثرش تا آخرش خوانده میبرم باور کنید از درونش هیچ چیز نمیابم بلاز چند وقت باز گرفته میخوانم دو بار سه بار یک کتاب من میخوانم 100 تا شعر هست 200 تا هست جستجو میکنم بغیر از این حاضر خودم هم نویسنده شدگی از درام نیستم اسپکتاکل نیستم یکم اسپکتاکل نیستم انگشترینی سحرناک منجه برای تئاتر کمال خوجندی برای کودکانه نیستم خیلی خوب اجرا کردن حاضر یک نمایشنامه نو اسپکتاکلی سوپر خوشتومان نیستم من تئاتر میماندگی درباره حیات یک خوشتومان و کلینیکی کلینش پیش ناز بود و آخر کار میشه موسیقی هم نیست کردگی یک رژیسوری ناز کردی بعد اکتوری ناز یافته اما همون سرود ایجاد کنم همون حافظ یا حافظه و آوازش که من ایجاد میکنم خیلی جستجو میکنم بسیار مثلا من گل اصال جان در روی سینتیش قطعی معلومش ملکه آخر و هر روز خانه می آمدن سرود می کافتیم من چند تا سرود ها نیسته که خود در روی سینتیشند گل اصال سرود های آهنگ اویغوری همین خیلی زنده بسیار خوانده بود ایستش بعد یک پروانه هم سرود بود من به نزدیکی سال گذشته من خودشم ای کردم خودشم از خاطرشم دیگه یکم سرودشون پروانه هم جدم همیشه هم یکم خب سرود تاجیکستانی که سراج الدین برایمان خواندن این چگونه ایجاد شده است؟ هر سال در ولایت سرودی سالگرد میگذرد تصادفاً سراج الدین که هر بار وا میخونیم و میکردیم مالی گون سرود هست میفتن های آمده من یک شعر حدیث قربان و تایید کردن ثانی
یا یکم گفتن شعر رو خودشان آوردن یا شما یه شعر پیشنهاد من کردین؟ خودم یافته بودن. ثانیه هم تلفن که معلم همون سروده شاعرش که بود حدیث قربان میگفتن. ها شد تمام. هم تلفن کنم من حاضر الان نمیگم حدیث قربان میگم چه میفهم. اصلا خیر. Oybeck جانو من دیرکتور تئاتر بودم و کنسرت ماندن و اینهای پیش نشونیده بودم دویته. سما خودم پیشنهاد کردم که یک سرودو هست نوای کنتون چه میشته باشد. آوازشان معقول شد. چون که نزد من بسیار حافظان میبیان آوازی خوب ندارن یا نطق بران ندارن. همین ایجادات ما از حافظ اجرا کننده البته میشه. چون که یا من سرودای ما بسیار کینو فیلم ها من برای ارکستر میکنم. زمین خان پیش سرود نمیخوانم مجبور کردن وقتی که آسیا بازمان محبت شما خواندگی من گفتم نمیخواندن اما سرود هم ناچسبیده سرود الله بسیار بسیار سرود ها. بعد من هلال‌الدین به من سرود ها میخوانند آوازدار برای میها آواز دارم آوازدار سرود مجبور مینیستم که گیرن. بسیار بسیار حافظا هستند. باور کنید در تئاتر باور کنید ما تا کارگرای عادی من حاضر سرود خوانم نمی‌شم چون که آوازشان هست. میخیر همه سلامت باشید. خود خلق تاجیک همه هنرمند باور کنید. میخیر. تشکر استاد. سراج الدین اگر گفتنی داشته باشید مرحمت. البته من نیز با استاد عزیز همکاریم خیلی هم افتخارمند هستم و خیلی خرسند هستم که استاد عزیزم به من همین سرودی تاجیکستان را پیشنهاد نمودن و فکر میکنم با همین سرود من خیلی موفق نیز گشتم چون که این سرود سالهای اگر خطا نکنم سالهای 2000 ایجاد کرده شده بود. من سال 2003 به همون آزمونی که سرودهای خلقی ولایتی شده گذاشته بود در آنجا خیلی که استاد قید نمودن جای اول رو اشغال نمودم. خیلی خرسند شدم و استاد نیز خبر دادم استاد عزیز نیز خرسند شدن. بعد فکر میکنم عمری همین سرود تا همین دوره 25 سال شده است دوام داده ایستاده است. من که در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов فاکولته صنعت کافدره موسیقی سنتی تاجیک به حیث آموزگار فعالیت دارم. فکر میکنم قریب که همه آموزگاران به شاگردان همین سرود را آموزانیده ایستادند. از این همه ما خیلی هم خرسند هستیم. من نیز میخواهم برای استاد عزیز عمری دراز صحت سلامتی و ایجادات های باز هم بیشتر را خواهانم. سلامت باشید. خب استاد یک بخش سوال و جواب داریم. من سوال ها رو به شما پیشنهاد میکنم شما پاسخ میگوید بعد ما یک ترانه میشنویم. خب با دقت باشید. خب شعار زندگیتان چیست؟ فقط به پیش. سلامت باشید. من مفهوم زندگی رو چگونه شرط داده میتوانید؟ خودی زندگی یک چیز شیرین است. باید اون را هر روز شکر کردن که زنده هستیم. خب چگونه انسان ها رو میپسندید؟ راستگوی ها را باور کنید. راستگوی ها من خیلی آنهایی که راست قول و راستگوی هستند. هست. با کدام از آنها نفرت دارید؟ فریبگار ها من خیلی بد میبینم. در چند مؤسسه فعالیت برده اید و امروز هم ادامه میدهید. کدام برایتان عزیزتر است؟ من کلیه صنعت را وقت آموزشگاه موسیقی بود به اتمام رسانده باز به دانشگاه ختم نمیده در همین کلیه صنعت کار کرده ایستادم. خیلی دیگه مؤسسه کار کرده ایستادم لیکن دلم حیاتا همین جوانی هم همین کلیه صنعت با قول خونی نافتان در همین جا ریخته است. مخفی نباشد چند سال باز کار میکرده باشن در کلیج صنعت؟ از سال 1973 من هم استودیان کار کردم. 73 سال. 73 52 سال. آفرین. سلامت باشید. خب از چی میترسید؟ از دروغگویی.
آیا بار خودتان دروغ گفته؟ البته 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 به منفعتی کار. هر روز ما از دروغ سر میشه تو و در معلومات داره که من تاشکند میخواندم توی بسیار بود. من همراهی خوارزمی ها میگشتم، دیوم حافظ بودم. هر روز وقت بابام میموندن، هر روز وقت آچم میمود. درس من نمیرفتیم. کجا بودی بابوش کو عمر دیدش کو عمر بود میخیل. خب زندگی بود. تعریف و توصیف را میپسندید؟ البته. کدام ترانه هایتان به قول خیت شده اند؟ با من بیمان کرامت حاجی و آفرین. و جز صنعت باز کدام کسب برایتان پسند است؟ من دختری را خیلی دوست می‌داشتم باور اما دختر دکتر شدم نشدید. می‌خواستم خیرورگ. یعنی امروز شما به واسطه فرهنگ صنعت مردم را تبابت میکنید. میخیل هزل را بسیار دوست می‌دارید. میخیل یک لطیفه کوتاه گویید. یک کامپیر 85 ساله سری خوردش آمد کیله میکنن و کیله نشانه گرفته خونی گانشان میبیان اکن کامپیرا تشپیرای آبی نظمی بینن کن دو گانش تاخچه باید تشپیرای آبدا مانده است این کامپیر گرفته یک تا خودی است هم نیا کنن و کیلینچه دوتا خود است این کیلین ادام میکنه گفته سو کیلین هم در جان گفت آدم تشپیری تاخ مخورد بچه هم گفته خو گفته سو همتی نیا کند سه تا خود است بچه هم حالا انگه باید جوف خود انگرید چطا خود است سلامت باشید. تشکر زیاد. خب حالا سخن را به گروه آیبک میدهیم. درباره همکاریتان با استاد چی میگویید؟ استاد عزیز اله سلامت باشید. سلامت باش ما گروه آیبک و صداقت چندین سال استاد قطعی کار میکنیم. استاد را حرمت میکنیم. رحمت. سال 2017 تئاتر خوجندی به کنسرت ماندیم. دستگیری استاد عزیز ما را یاری خوب رساندن. تشکر استاد عزیز. باز من حاضر سرودی غمخواه تو استاد خدا شما و سرود تیار کرده دادن. ما همینه اجرا کردیم همین سرود را. امروز برای ما هدیه شما و آوردید. تشکر زیاد استاد عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. خب همین سرود را میشنویم. تشکر. قلبی نالان دارم
بینندگان عزیز، شما برنامه ساعت دیدار را تماشا میکنید و ما صحبتمان را با مهمان برنامه وارث رحمانزاده ادامه میدیم. خب استاد، اینجا قید کردید که شما امروز به حیث آموزگار در مؤسسه دولتی کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خرجند هم فعالیت میکنید. خب مختصر در بابت این پهلوی فعالیتتان برای ما قصه کنید. آموزگار بودن این شرف است. تربیت کردن یک شاگرد این یک زحمت باشد هم بعد از چندین سال آن شاگرد موفق به دست آوردگر استاد خیلی خرسند میشد و من خیلی شاد هستم که امروز ها شاگردان به کالج صنعت آمده تحصیل میکنند و من برای این آموزگارا خیلی زیاد هستند در کالج کار میکنم. آنها هم فدایی صنعت هستند که امروز ها برای و کمالات رسیدنی صنعتکاران جوان کوشش غیرت میکنند و من میتوان گفت که به همه آموزگاران و همکسبانم صحت سلامتی طلب میکنم از خدا که دائم ما صحت سلامت باشند و برای تاجیکستان عزیز همیشه شاگردای رو برارن که من چون من نشستگی اینها هم شاگردای ما بودن، امروز من فخر ما هستند و ان شاء الله شاگردان اینها هم برای وطن عزیز خدمت کنند و برای رشد و نموی صنعتی موسیقی تاجیک غیرت کنند. آفرین، سلامت باشید. و همچنین در نشر کتاب ها وابسته به ساحه صنعت فرهنگ شما خیلی سرمحصول هستید. آن اینجا ادبیات ها و کتاب هایی که آوردید اندک برای من معلومات میدادید درباره آنها. بغیر از من موسیقی ایجاد کردن، من در بالا ذکر کردم شبها ایجاد میکنم و امروز زیاده از 20 کتابی درسی موسیقی ایجاد کردم که امروز من که از درباره استاد جربی نبی کتاب نوشته بودم 2005 درباره عادل جان نظرف، قنوات حاجی و سعد. بعد برای همه سازهای موسیقی کتاب ها ایجاد کردم که اکثر آنها آهنگای خودم هستند. حاضر یک کتاب چاپ کردم صوت‌های قدیمی تاجیک ها را جمع کرده به نوت گرفته با آینده شاگردان ماندنی هستند که چونکه بسیار صوت‌های تاجیکان و آهنگ‌های تاجیکان عصبی نبودنی نوت گم شده رفته است. و امروز من گفتم که من سراج الدین عالم جان دست زدن اونجا دولتمند و بسیار با شاگردها که نوت‌های گرفتاری از صورت‌های خودشان، این خیلی خوب است چون این 100 ساله ها میمونه. کتاب شش مقام خیلی من میخوام امروز من تو به ما رسید آمده از نوت‌ها گرفتن و اون من بسیار برای همین من زیاده از 20 اثر کتاب ها من برای از مکتب موسیقی تا کنسرت‌ها امروز اجرا میکنن. خیلی شاد هستم. بله، جاویدانه این ادبیات این کتاب ها با یادگار برای آیندگان خواهد ماند. باز یک بخش دیگر داریم استاد، شرحی رسم ها از حیات و ایجادیات شما پیشنهاد میشم و شما برای ما آنها رو شرح میدید. مرحمت. خوب شده است. خب مرحمت. رسم اول این بخش به زادروزی لایق شعری بود. مونو اسپکتاکل دریا نام دارد. من در اونجا آهنگ بسته بودم. آفرین. خب رسم دیگر من با استاد سرم ایسای من کی برداشت شده است این رسم؟ هر روز سه شنبه در تئاتر مالیس می شود. من فقط همراه من استاد که میشینیم اونجا در عکس فرامده. خب در وقتی کاری ها؟ وقتی کاری. خب رسم دیگر اینجا ما با همراهی من عبدالغفور لطیفویچ شریپوف ما در صحنه تئاتر عکس فرامده ایم. خب رسم دیگر این هم در صحنه تئاتر. این هم در صحنه تئاتر با من سنم ایستوی و زلفی تیچی و سنی نیما جان اسمت کارکنای تئاتر. خب رسم دیگر این کشاده شوی هیکل صادرخان حافظ در کالج صنعت بودم همون سالی که همونجا شدم ما همونجا جمشیدی صورت گرفته بودیم. رسم تاریخی البته. خب رسم دیگر از فرانسه مهمان آمده بود تئاتر ما با این 2 روز به همراه ارکستر تئاتر با تریو که ما کاسه تشکیل کردیم و با این 2 روز تهیه کرده و همراه فرانسوزا اجرا کردگی. خب رسم دیگر
این با ارکستر تئاتر این صحنه در فوی تئاتر به ما گرفته که ارکستر تئاتر کامل کمال خوجانده. خب با همکارانتان همکاران. رسمی دیگر این عکس آخرین استاد علیجان نظرف کارباغ میدونه ما همین یعنی تئاتر به رسمی گرفتگی جا بود هم آخرین نشان بعد از همین استاد آخوان نبرا آمده بودن آخرین رسمشان هم را گرفته بودیم. خب رسمی دیگر مرا با ازبکستان با فستیوال تئاتر را دعوت کرده بودند. من با یاجان همراه قلو آمار بیو خصوصا من در دستی راستی من دیرکتری تئاتری حمزه این از یعقوب احمدوف ما هم دوستگی داریم همونجا گرفته بودیم. کدام سال بود در خاطر داره؟ 2017. خب رسمی دیگر در این عکس از امریکا فرانسیا جوریل پیانیست آمده بود همون نشسته است ما همین در تئاتر کنسرت همراه من یاردانش بدم این کنسرت مونده بودیم. خب استاد یک ترانه دیگر باقی ماند که هنوز نشنیده ایم و گلسال پولادووا که امروز در مهمانی محفل ما قرار دارند آنکه سرود سامانیه‌ام را اجرا میکنند که این سرود محبوب دلها امروز شده است نه همین خیلی و در بیشتری معرکه ها محفل های فرهنگی سراییده می شود. خب از تاریخ پیدایش همین سرود برای ما قصه کنید. من بسیارتر به شاعرها مراجعت میکنم. من خودم به ایده می آید و شاعرها میگه همین خیلی بسیار من نزد احمد جانکا رحمت‌آباد شاعر رفتم. احمد جانکا من به شعر دکار درباره اسماعیل سامانی درباره همین چیز میگم آیا خب گفتن بعد من به یک چند سرود دادن شعر دادن گفتن اسماعیل همین 1100 سالگی اسماعیل سامانی هم به همین آهنگ ایجاد کرده بودم. تصادفاً گل اصلا تلفن کرد که استاد همیشه سرود هایی من خانم مالش من گفتم خرسان هستم یه چونی شعرش بعد فرستادم آهنگای من از طرفی من گل اصلا جان آرنجروف کرد درجه اعلی شدگی خود سرود خانی من خودم اما قلعه خودم رفته گوش کرده خودم واقعا حیران شدم که یک چیز آوازی بزرگ یک چیز دیگر خیلی میکند من خیلی شاد شدم گل اصل رحمان میگم گفتم که خدا بخوام باز اکنون من سرود اجرا کنم دکار برای گل اصل که از همان من بخواتر شود. استاد از روزی که به خوجند باستانی قدم ماندم 22 سال پورا گردیده است. من استاد را در کالج صنعت یکمین بار دیدار دیدگی هستم. در اول فکر کرده بودم که یک قوش دارن که این کس به سیاست هست که یک انسانی فعلشون بد گفته فکر کرده بودیم اما عموما برعکس بوده است. دلشون سفید همی باور کنید که مهرشون به همه مثل آفتاب میرسد. من 22 سال گذشت حاضر نشسته من فکر دارم که یکمی سرودم سالی 77 ایجاد شده گفتن. اینه بینید که چند سال گذشته است. حالا هم نگاه میکنیم به استاد که رنگی 45 ساله و 50 ساله می نمود. همیشه جوان باشید استادی مهربانی ما با شما افتخار میکنیم. آن سرودایی که آن اثرایی که شما بخوابی کشیده مهنت کرده ایجاد کردید ما سربلندانه اجرا میکنیم و با این سرودها در دل مردم مهر و محبت به نسبت وطن به زندگی به مادر به دوستی پیدا میشد و زیاد میشد. این خوشبختی هم ما و هم شما است. همیشه صحت و سلامت باشید. سلامت باشید. یک جهان سپاس. استاد میخواهم امروز برنامه رو با سخن خاتموی شما به انجام رسانیم. اگر گوییم که برنامه رو با چگونه سخنها انجام بخشیدنید چی میگویید؟ من اولا فخر دارم که تاجیکم. نه. من با خلق خودم فخر دارم.
با مردمی شریف تاجیک و با پرزیدنت فخر دارم. آفرین. امروز ها جناب عالی برای ما نه تنها صنعتکارا، برای بتون خلق تاجیک چی کار نکردی ساده، همه چیز مهیا. من بسیار جاها رفتم میبینم، بسیار جاها باور کنتم 3 روز یا 2 روز وطنم یاد میکنم. بله. یک شعاره همین که من کجا نباشم هم گفته جناب عالی وطنمان را آباد کنیم، یک کسی بیگانه آمده آباد نمی کند. این یک مضمونی کلان است. صنعت خود ما اگر ما از دیگر تکان بالا نبرداریم هیچ کس آمده نمی‌برد. و امروز ها همین کار شده است. این آزمون‌های پولکی منم دور استودنت مانده روحچی بخواد بودم، فقط یکم جای گرم یک افتخارنامه میدادن. امروز ها 100,000 بله 150,000 دو تا 3 تا اثر کار کنتون و ای کنتون روزهای ششمخان، روزهای فلک دوره مونده ششمخان خانی نمیکردن. لازم هم خوشبختی که بچه ها بسیار هستند حقانی ششمخان خواندستند، سرودهای استرادی ترقی افتاد، همه شرایط است. فقط ما حرکت کنیم و آینده شاگردها حرکت کنند که همین صنعت تاجیک که عصر به عصر آمده است ما همین دستگیری کرده با بالاتر بریم و به جهان معرفی کنیم که تاجیک ها هستند، این صنعت ما هست. آفرین. وطن را دوست می‌دارم. آفرین. سلامت باشید. بینندگان عزیز و ارجمند، ساعت دیدار ما و شما در همین جا به انجام میرسد. یادآور میشویم که امروز مهمان ما بودند راهبر ارکستر تئاتر دولتی مسکه موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند، کمپوزیتوری شناخته وارث رحمانزاده، همراه هنرمندان معروف خلق تاجیک. به همه شما برای رو کامیابی ها تمنا میکنم. باری دیگر خوش آمدید به محفل ما. بینندگان عزیز، به شما نیز سعادت روزگار را خواهان هستم. خیر تا برنامه های دیگر. از رودکی شیری روان آمد چو عمری جاویدان، از بو علی سینا رسید آهنگی دردی هر زمان، عمری ابد دریافتم از شاهنامه بی‌گزند، عمری ابد دریافتم در آستانم آسمان، در تاری سر تاجی کیان، در آستانم آسمان، در تاری سر تاجی کیان، سامانیم سامانیم من تاجیکی ارمانیم، بعدی هزار
زنده کردم خیش را ایامی نادانی گذشت من زنده کردم خیش را ایامی نادانی گذشت سامانیم من تاجیکی ارمانیم بعدی هزار و صد هزار پرورده ای رحمانیم سامانیم من تاجیکی ارمانیم بعدی هزار و صد هزار پرورده ای رحمانیم ساعتی دیدار نزدیک